بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما تقسیم ترکیبی ما شما عملی را اجرا میدیم. فایده شان چیست در کدام موضوعات ما شما زمین ترکیبی تقسیم چی استفاده کرده داریم. درس ما شما اینجا از تقسیم ترکیبی استفاده کرده داریم. اول قیمت پولنوم ما شما او بده سال میتونیم و کمکی نمی ترکیبی تقسیم ما شما قیمت پولنوم را بده سال میتونیم. دوم اینمی فاکتورش پولنوم ما شما بده سال میتونیم که فاکتورشان چیست. فاکتور ما شما خانده بدیم که ولوم را مکمل سرشان تقسیم شو و باقیمانده صفر شو. سوم تجزیه افاده های الجبری به کمک ترکیبی تقسیم ما شما چی را بده سال میتونیم و نمو تجزیه کردن افاده الجبری ما شما تجزیه کرده میتونیم. میریم تقسیم ترکیبی ما شما کار میکنیم. اینجا بر ما شما یک پولنوم داده. اول ما شما کوشش میکنیم که اونم پولنوم را ترتیب میکنیم. اونم پولنوم را نزولی ترتیب میکنیم. دیگه اگه کدام دیگه منظم میکنیم. یعنی مثلا در اینجا کدام توان نداشته باشد نبود اونم را ما شما پورا میکنیم. صفر پورا میکنیم. اونم را باید توانایش هم منظم و پورا باشد. بعد از اون ضریبایش ما شما میگیریم. یعنی من اول ما شما پورا میکنیم. یعنی پی اکس مساوی میشه 4x به توان 4 مثبت. بعد از اون باید مکان یعنی چیز مربع است. یعنی میرا پورا میکنیم. یعنی مثبت 0 ضرب x به توان 3 منفی 5x مربع مثبت 2x و منفی 3. اینه ما شما اینو منظم کرد. بعد از این ما شما اینو هم با قیمت ازدرم پیدا میکنیم. قیمت x را پیدا میکنیم. یعنی x منفی 2 مساوی میشه 0. میدونه به این طرف یعنی x مساوی میشه چی؟ مثبت 2. یه هم به تصور میشه. اینمی ضریبای اینمی پولنوم ما شما میگیریم. یعنی 4 0 منفی 5 مثبت 2 و منفی 3. اینمی علامه تقسیم میدیم. تقسیم سرشان چی میکنیم؟ تقسیم سرشان 2 میکنیم. here هو اول سطر میگیم. بعد از این دوم سطر میگیم. اینمی شما سوم سطر میگیم. سطر چه میگیم؟ سطر دوم را میگیم. یعنی سوم را میگیم. یعنی here از اینجا پایین میاریم طبیعی که اینمی 4 نوشته میگیم. اول سطر اینمی دوم سطر و هیم سوم سطر. here کتنمو ضرب میکنیم. یعنی که 2 ضرب میکنیم. 4 ضرب 2 چند میشه؟ 8. اینجا در سطر دوم نوشته میکنیم. یعنی میگه دو را جمع میکنیم. یعنی 0 جمع 8 یکم میشه 8. یعنی میگه نوبت یه رسید. یه 8 نکتی 2 ضرب میکنیم. 8 ضرب 2 چند میشه؟ 16. پس یعنی میاد جمع میکنیم. مثبت 16 و منفی 5 چند میشه؟ مثبت 11. یعنی میگه 11 را کتی 2 ضرب میکنیم. 11 ضرب 2 22. 22 جمع 2 یکم 24. 24 را که 2 ضرب میکنیم. یکم میشه 48. 48 منفی 3 45. اینمی که در آخر کدام عادت به دست آمد و نمو چیست؟
اونمو باقیشان است. اونمو باقی اینمی پولنم میباشد. اگر اینمی پولنم رو ما شما سر اینمی تقسیم بکنیم باقیشان چند میمانه؟ باقیشان 45. یک کلمه ما شما با کمک اینمی ترکیبی تقسیم ما شما با دست آورد. اینمی چند میشه؟ اینمی 45 میشه. خب اینمی که باقی شد 45 باقی شد. باقی که اینمی عدد اما اینمی تحصیل تقسیم است. که ما شما اینمی تقسیم عملی را اجرا میکنیم اینمی حاصلی اینمی تقسیم میشه. و یکم چی میشه؟ باقی مانده. ما شما که آزمایش میکنیم اینمی خارج قسمت را یا تقسیم حاصل تقسیم را ما شما که چی مقسوم علیه ضرب میکنیم و باقی مانده را جمع میکنیم. حاصل چی میامد؟ حاصل میکمل اینمی افاده به دست میاد. خب اینمی اگر ما شما تطبیق میکنیم که یه خودکوان چی بود؟ 4 بود. اینمی اگر از چی شروع میشه؟ از 3 شروع میشه. یعنی 4 x مکعب مثبت 8 x مربع مثبت 11 x و مثبت 24. ये एनिमल बदस आवाज़ में एनिमल मौसमा हासिल तकसीम मिली हासिल चीज़ में तकसीम के एनिमल की बदस में आया अगर शमा तकसीम बुकुनी एनिमल कुलिनुम रा सर एनिमल कुलिनुम हाथ मन खारिज किस्मत की बदस में आया और हम हासिल तकसीम की चिकनार एनिमल एनिमल आदम बदस में आया व ये राग मौसमा ज़र कुलिन करे enemy ifade yani x منفي 2 كتنمي ضرب کنیم و جمع چی باشه؟ جمع باقی مانده یعنی 45 را کشم جمع کنیم enemy کل که چی مبادمه کنیم enemy کل مبادمه شما با دست میاد چی میاد؟ مکمل کلنم با دست بادمه شما میاد که نمی خارج قسمت یک حاصل تقسیم ضرب مقسوم علیه نمیشه مقسوم علیه جمع هم چی باقی مانده پس ما شما چی اول مثلا بدست مکمل آنها مقصود را به دست بیاریم اینمی بود ترکیبی تقسیم یا ترکیبی ویش که ما شما به این طریقه نمی عدد را به دست بیاریم یعنی مثلا اگر نمیشه کدام عدد نبود کدام توان نبود و نمبر که صفر پورا میکنیم دوم و نمبر مکمل نزولی ترتیب میکنیم بعد از ما شما اینمی قیمت ایکس را به دست میاریم و عملی را اجرا میکنیم اول اینمی عدد را در سطر سوم میاریم یه دکتی اینمی عدد ضرب میکنیم که حاصل ما شما حاصل ایکس به دست آوریم که اینمی ضرب میکنیم یا به دست میاریم پس حاصل جمع میکنیم یا به دست آوریم پس میاریم که تو رو ضرب میکنیم اینمی جمع میکنیم جمع میکنیم در آخر که کدام عدد به دست میاریم اونمو باقی مانده است یعنی ما شما چی میگیم؟ باقی مانده که تقسیم اینمی عدد به دست میاریم ये शुद्ध मौसमा तरीका है तरकीबी वेशन मौसमा बदस्ता है दिखे सवाल के लिए मुझे शुमार है और नंबर सरशत शुमार कर इंशाल्लाह मुश्किल हाल में तशक्कुर